ساکنی ناحیه فرخور دلافروز ولیوا پس این دستگاه نشسته تارهای ریشتر را به حرکت درآورده متای ادرس می‌بافد. او میگوید که این هنر برایش پسند است. از همین سبب ذوقی از خود نمودن کار این دستگاه را دارد. مدتی 3 ماه شده است که در همینجا یعنی کار میکنم و همه امیره از خود کردگیم، همه نازکی های امیره از خود کردگیم و میخوام که یگان جای کاری که باشد که ما با امی مقصد جای کار تامین شویم و کار کنیم. یعنی من بسیار آرزو دارم که امی هنری که دارم در یگان جای کار یعنی باشد که همونجا کار کنیم و امی هنری خودم نشان دهیم و یعنی در آینده با خودمون شاگرد بگیریم و دیگر را مقصد یاد بدیم. در دهات خراسان ناحیه فرخور این سیخ تعلیمی آموزش هنری ادرس بافی مدت 6 سال باز فعالیت دارد. در این مدت 120 نفر زنان و دختران دهات این هنر را از خود نمودند. صابره مجلیلова راهبر کارگاه است. اهل اویله را یاد دادیم، بعد آورده در همین مرکزی تعلیمی موندیم، همین ستانوکا شاگردو خط یاد داده ایستاییم. اما اطلسی استحصال کردگی ما سونکا چه کرتا چه هم خیلی دختر باز نیازمندان را میفروشیم. حاضر 120 شاگرد تیار کردگی ما همین کارخانه نیست، مرکزی آموزشی است. اومده در این مرکزی آموزشی کار کرده، یاد گرفتن هنر خود را. این کارگاه تعلیمی ادرس و اطلس بافی در این دهات منبع تشکیل کارگاه های خرد استحصالی محصولات های وطنی بوده امکان دارد برای صدها نفر جای های کاری مهیا نماید. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.